گردنم بند باشه. خوب 20 دفعه بیامدم گفتم شاه غلام از این خیالا بدی همه عباسک خور عله بله میکنه به کلمه اینجا باقی کردم میایی فهمیدی؟ اگه امروز این پتور بیاوردم پر خیال نکردم رنج تو گل نکردم هرچی مسی بگو صبر کن تو بگذار کم یک دفعه تو مقبول خوب بوره خوشی سیکو خیال کندنش تنه برار تو از تو گنده تر خود تو از خود گنده تر خیال نمیدی سال کن گردنم ببند تا نبرم اینا رو پتور تا کله پر میکنه میبرم شهر بخون میفروشم هیچی همسایه‌داری نفهمیدیم
حال دیگه دل ما جمع شد. حالا دل ما جمع شد پتو هم تا با کله پر شد. مردی دیگه ندی عباسک. فهمیدی؟ قبری به تو بکنم که خود تو بگی آفرین. تو همینجا باش که همه پتورم مگرم پر کنم پرن خورم پر میکنم. صبر کن تو نمیدی خیال. زندگی دیگه خیال نما اینا رشته ببرم. رشته ببرم اینا. او رشته ببرم من. خیالا میکنی گلا خیالا میکنی واقعی گو خیالا بکن واقعی تو کینه واقعی گوانه گلا بچه مولا حسن واقعی نه اون طرف برو تو گلا شمسالدین چیه بیامده؟ بیا که بیامدم برات ما بده. همونا نمیتونی تیر کنی دیگه. به خیالم که می عباس قیق کشید. قیق کشید؟ بگی تو بهم یک بار اگمال کنی. بگی یو برن خودم میدو کدوم بگی. آفرین خوب باری اولی بچش. بگی بیا آفرین. بگی میگم 60 روپیه مگرم بدی دیگه. میدم بیا تگم تا حساب تو بمونده تو بخاطر 60 روپیه بمون. این دفعه به خاطر تو برده بودم سیکو لباسام رختام سیکو غیر ما درد سبین رو شل شدم. با کدو لعت رفتی تو صبر کن من میفکرم یکون تو نشناختون گیلک خاک به خیر خوشی تو بگو صبر کن درس راش ما برومه عجب باری اولی تازه تازه امال چیندی
یار تو هم آدم دیونی بودی اما من رای کدی بابا میگی تازه یه سیکو اینا چند من میشه؟ همی 20 کیلو میشه نمیشه؟ برون با میکشون دیگه با پولاتور میدم هرچی شو. اینا چند کیلو میشه؟ اینا سیکو همه ترکه. همون هم اندازه همینه دیگه. نخور که حرومه دیگه اینا با تو. حرومه دیگه اینا من پول تور دادم. با برو بخورد که بخور. پیران من کی میاری؟ میارم باز. پیران من پتو میاری؟ از این بعد یک گونی پیدا کنی تا گنده اینا من با کفت کنم میشته ببرم تا محل مردم میبینم. یک گونی پیدا کن از این بعد به گونی بیاره خوبه. بابا جان حال نمازدگر شد حال نماشوم میشه شو برو دیگه. بگیر برو. خوبه. بگیر برو ما. پولا مر بده پولا مر بده پولا مر بده. پولا از اینا که باز اینا رو بفروختم بدون تو خوب. چندی از میمستی؟ پیران خیلی کنی بیار. گونی کلون پیدا کن خوب. من چی میفهمیدم؟ من گفتم میشه کسماس باش. ایتا گنده اینا با کفت خوب کن. فکر کنم بدی دیگه. کوشام هم بمون. ها. چی میفهمی که کوشا تو نه دیگه مرتگه دیگه. نقیق کشی صدای میاد. گیلگه کجا میری؟ و اگه دید بگو من نبودم. منکر شو. منکر شو؟ بگو من نبودم. بریم. برو. 20 40 کیلو میشه نمیشه؟ میکشم دیگه هر چه شد با 40 کیلو. 60 روپیه هم 10 روپیه قرض داری 60 روپیه مال 70 روپیه خوبه؟ خوبه. کنه من نشناخته باشه گیلک به خیالم بگفت با خاک میگم من نبیدم اگه با بدیده که میگن 2 تا خیال کندم من ارا تیر میشدن 2 تا بکندم رختم ندید که تا پرگله